حالت چطوره پسر دایی؟ 20 چند سال چتر مایی. بچه سلام. سلام عمه خراب. به به عمه لامپی اومد. بچه خیلی مخلصم، پسرم هم هستن. چکه اونه دارم. خب پسر دایی جان بیا فیلم عروسی ننه آقات آوردم گوشتم برات، فکر نکنم تا حالا دیده باشی، لذت ببر. اسکال نگاه کن مامانت هم دعوت. حالت ننم چی چته همه خراب بشین دیگه. این با بره وی آر. چرا؟ داشت گل به خودی که زده میخوام ببینم آفسایده یا نه. عمم غلطه. ولی به بابات بگو خدایی این رسم زندگی نیست. چرا خب؟ علال زاده به داییش میره دیگه، بهش بگو خودش میفهم. حاجی بابات چرا فکر میکنه انقدر بامزه است؟ به این خوبی خیلی دلت هم بخواد. بابا که گوجه از درخت میفته پایین رب میشه خنده داره. داشا کار بابات رو بتا. حاجی میگم بابای تو سر خواهرش یه محل رو میبسته. خب چی؟ هیچی دیگه. الان بابای من عجب خواهر شد. حروم زاده چجوری اینو به فکرت میرسه؟ سلامتی مادرم خار بابام البته پسرمه. حاجی کاریت نمیشه کرد دیگه، یه خونه تیمی بهتر از این در نمیاد. عمه چته؟ حاجی کیک دارم هیچی پول ندارم. ماشاءالله باسن خوبی هم داری، بنده تو پول ازش در بیاد. evet بالا شدم شما خونتون. ببین من جاد بودم همین الان میرفتم خونه ها. چرا خوب؟ آقام با یه استامپ رفت خونتون. فکر کنم هرچی دارید و ندارید و evet پسرمه. انشالله من بخرم تو زجه بزنی جلوم به سویچ بدم به حق امیرالمومنین. باشه بابا کلتم دهنه بابات.